السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما میدونید که حضرت ابو هریره بهترین صحابه و از بهترین شاگردهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. اونها بعد از جنگ خیبر رسول هفتم هجری بود اسلام آوردند و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 11 هجری از دنیا گذشتند. تقریبا 3 سال و چند ماه بود، اما در همین مدت از رسول الله صلی الله علیه و سلم 5374 حدیث نقل کردند. و سببش چی بود که در این مدت کوتاه این حدیث ها را حفظ کردند؟ سببش این بود که حضرت ابو هریره جزء اصحاب صفه بود، یعنی اون کسایی که در مسجد می نشستند و هیچ مال هم نداشتند و کسایی که براشون یگان طعام یگان چی میداد، اما چیکار میکردن؟ اونها دین تعلیم میگرفتند. با وجود همین کوشش، تلاش، جهد و زحمت هایی که در دین کشیدن، پیش از وفاتشون گیره میکردن. و از حضرت ابو هریره رضی الله عنه پرسیدن که برای چی گیره میکنی؟ حضرت ابو هریره گفتن که من برای دنیای شما گیره نمیکنم، من برای اون چیزی گیره میکنم که این سفری که من دارم یک سفر طولانی است، اما توشه من خیلی کم است و این راه سخت است. من نمیدونم که من به طرف جنت یا به طرف جهنم برده میشم. سبحان الله. شما نگاه کنید که بزرگترین صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام عمر وقتی خود را در این راه دین، در راه طلب علمی صرف کرد، بازم پیش از وفاتش خوف و ترس الله در وجودشان بود. اما امروز بعض از انسان ها را میبینیم که چه از گریفت و از ترس و عقاب الله متعال غافل شدگی‌اند. باید ما ایمان ما در مابین دو چیز همیشه دور بزنه. ایسا امید داشته باشیم از رحمت و از مهربانی الله، و در این پهلو باید ما از خوف و ترس الله متعال غافل نشویم. وقتی هر وقت که ایمان ما در مابین امید و ترس قرار گرفت، انشاءالله ما شما کامیاب میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.